وحدت به معنای توحید مذاهب نیست. وحدت مثلا ما بالاخره خب هر کس پیرو مذهب خودش هست و به باورها و مقدسات مذهب دیگر هم احترام قائل است. وحدت معنایش نیست که همه مسلمان ها بیاین پیرو مذهب واحد شوند و یک مذهب داشته باشند. هر کس در مذهب خودشان باشد و احترامی به مذاهب دیگر داشته باشند. یک جمله از فتوای از آیت الله العظما امام خامنه‌ای رحمت الله علیه هست که می‌فرماید که توهین به نماد و مقدسات برادران اهل سنت از جمله حضرت عایشه زوجه پیامبر علیه السلام شرعاً جایز نیست و حرام است. باید ما با هم دیگه متحد باشیم. ولی وحدت معنایش نیست که ما همدیگر را تحمل داشته باشیم. اگر مثلا فرض کنیم الان در کشور ما وضعیت برگونی است که نماز عید را و نماز را در واقع مطابق مذهب احناف بخوانیم، روزه را که در روزی که از مطابق مذهب احناف افطار بخوریم، زکات که خوب مطابق مذهب احناف فعلا از مردم جمع آوری بشه، حج را هم که اگر با این طریق انجام بدید امر معروف و نهی عن منکر هم با قضا. خب مسئله احوال شخصیت طلاق و نکاح هم باید مطابق مذهب احناف باشه. جنجال‌های در این هفته اخیر را با شما در رابطه با شریفی حفظه الله حضرت آیت‌الله شریفی حفظه الله داشتیم مرتبط به همین موضوع نکاح و طلاق و ازدواج و این مسائل بود که عقد را که ایشان خوانده بود بالاخره با این شکل. خب این نمیشه وحدت بالاخره خدمت دارد شد در همه کشورهای اسلامی، در همه جوامع اسلامی احوال شخصیت برای پیروان مذاهب مطابق مذهب خودشان روایت میشه. ما در کشور همسایه با جمهوری اسلامی ایران در ماده 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌خوانیم که میگه مذهب رسمی در ایران مذهب جعفری است. پیروان سایر مذاهب میتونن مطابق معارف مذهب خودشان عمل بکنند و احوال شخصیت مطابق فقه مذاهب خودشان تطبیق بشن و در نهایت هم میگه در مناطقی که اکثریت پیروان یک مذهب دیگری غیر از مذهب شیعه باشد قوانین محلی هم مطابق همون مذهب تطبیق میشه. و خب در پاکستان با همین کیفیت است، در کشورهای عربی با همین کیفیت است، در عربستان، در عراق، در قطر، در دبی، در کویت، در اردن، در همه کشورهای اسلامی احوال شخصیت مطابق مذهب پیروان یک مذهب مورد عمل قرار داده میشه. و ما امیدوار هستیم که این مسائل مورد توجه مقامات امارات اسلامی قرار بگیرد، زمینه‌های اخوت و برادری را فراهم بکنند و این مسائلی که اخیراً باز ما شما شاهد بودیم که وزارت تحصیلات عالی یک تعهدنامه از محصلین میگیرد. در ماده ششمش مشخص نوشته است که اکثریت چه مردم افغانستان اهل زمره اهل سنت و جماعت و پیروان مذهب حنفی هستند. بنابراین نه هم بعد از این پیروی از مذهب حنفی رو اختیار می‌کنند. بازی و اجبار مذهب کسی نمیشه تعریف کنه. با این فشارهای بار صورت نمیگیره. این تاریخ در اسلام تجربه شده که با همه فشارهایی که بوده هیچ مذهبی از بین نرفته. در همین کشور خودمون شما در روز زمانهایی که مثلا دو سلس جمعیت شیعه افغانستان رو نابود کردن، ولی شیعه از بین رفت، ولی شیعه نابود شد. و امروز الحمدلله از هر زمان دیگه میدونم شد در هر کجا وجود داره و حضور داره و ما امیدوار هستیم که شما وحدت، برادری و اخوت بین همه جوامع اسلامی مخصوصا در کشور ما روزافزون به وجود بیاید. و یکی مسئله سیاست است و حکومت است. مسئله امور حکومتی و حکومت داری تمیز که مطابق مذهب اکثریت تنظیم میشه و در این رابطه هیچ اعتراض وجود نداره. اما در رابطه با امور مذهبی شعائری که هست، مسئله محرم است، مسائل مثلا قدیر است، مسائل دیگری هست، شب‌های قدر است و نمازهای عید هست و اینا خود مطابق هر مذهب مطابق مذهب خودشان باید انجام میدن و انشاءالله که این موضوع به صورت درست و اساسی جا خواهد افتاد.